و اون خودی رو که رامین بهش اشاره کرد، این خود رو به راحتی فراموش کنیم، خودهای کاذب یا خودهای آنی رو بهش پیدا کنیم. هر چقدر که ما بیشتر لذت میبریم در جهان جدایی بیشتر احساس میکنیم. هر چقدر که شما بیشتر، چون لذت به وسیله جسم و روان اتفاق میفته، به وسیله ارضای خواسته ها اتفاق میفته، به وسیله همون رنج اتفاق میفته، همون چیزی که در مورد فشار دشویی صحبت کردیم. هر چقدر که ما بیشتر این فشار رو احساس کنیم و بیشتر به سمت لذت بریم، چون این یه جستجوی انفرادی و در خود خواهد بود، بیشتر باعث میشه که ما جدا بشیم. یعنی فکر میکنیم که عامل کار خود ماست. مثلا ما هیچ وقت نمیشنویم که یه نفر بگه که من بهش، یه نفر رو بگین که من خیلی شادم، خیلی خوشبختم، خیلی امروز راضی هستم، خیلی زندگی فوق‌العاده‌ای دارم، و شما ازش بپرسید که چرا اینقدر تو احساس خوشبختی می‌کنی، و جواب بده به خاطر اینکه 3 روز پیش این شیرینی خامه‌ای خیلی خوب خوردم. در واقع لذت یه چیز آنیه که سریع تموم میشه و هیچ ربطی به خوشبختی نداره، فقط ربط به جسم و روان ما داره. ولی خوشبختی اون چیزیه که ما به وسیله اندیشه‌هامون خلق می‌کنیم. یعنی از این به بعد کل جهان رو، زمین رو خلق کرد و بعد انسان‌های قانشین اومدن تمدن رو خلق کردن، و بعد از این ما مخصوصا بچه‌های این کلاس دنبالی هستیم که به وسیله اندیشه‌هامون به سطح بالاتری از زندگی برسیم. و یکی از لازم‌هاش اینه که کاملا آگاه بشیم که چه چیزی لذته، چه چیزی عادته و چه چیزی خوشبختیه و چه چیزی خودشکوفاییه. اگر بهش دقت کنیم می‌بینیم توی زندگیتون خیلی جاها شما درگیر عادت‌ها هستین و همین که عادت‌ها جریان دارن شما فکر می‌کنین که زنده این. شما احساس می‌کنین که هستین چون همیشه گرسنه‌تون میشه، همیشه کاری دارین که انجام بدید و این هست شما رو داره ارضا می‌کنه. در که ما با آگاهی به اینا می‌تونیم به چیزی فرای اینا برسیم. بعد آقای شرافت خستم می‌کنه. بله خستم می‌کنه. عادت می‌کنید در حال مثلا کارهای روزمره گاهی وقت خیلی دیگه تکراری بشه که تنوعی توش نباشه یا مثلا خیلی خسته کننده میشه. هر چی کاری می‌کنید می‌بینید دیگه اون کیف و لذت نداره. ولی روی همون که این تنوع هویت ماست باز تکرارش می‌کنیم، باز ادامه می‌دیم. یا چون از فکرمون استفاده نمی‌کنیم به سمت راهکار جدیدی حرکت نمی‌کنیم. البته هر کی همون کارا راهکارش اینه که تنوع داشته باشین، یعنی راه‌های جدید توی کار کردن. مثل اون سوال که گفتم از خودتون بپرسین من واقعا چه چیزی تو زندگی دوست دارم تجربه کنم. اگر این هفته آخر زندگی من بشه من دوست دارم چه چیزی رو تجربه کنم. ممکنه شما بگی من دوست دارم که عروسی پسرم تجربه کنم، حسش رو تجربه کنم. خب اگر این حس خوبیه بس باید به سمتش حرکت کرد. یعنی با افکارمون دنیای جدید خودمون رو بسازیم. کارهای جدید برای خودمون. چون مثلا خیلی درگیر این مسئله مثلا میشیم. من خودم بچه‌های دیگه اینجا هستن مثلا میشه صبح مشغولیم ولی بعضی موقع دیگه از خودم میزنم به بیخیالی میگم بیخیالم دعوامون میگم میگن چرا اینجا این کارا نشده، میگم حالش نداشتم مثلا. یعنی واقعا مثلا اون فکر که میگیم تکراری میشه خسته میشه جسم خسته میشه، یعنی میل نداره اون کار انجام بده. ولی وقتی که مثلا فکر یا تازه یه انگیزه، یعنی اون انگیزهای جدید یا یه چیزایی مثلا که با آدم روحی اونا باعث میشه آدم بیشتر باید اون کار انجام میده. حالا نمیدونی بعضی موقع آب و هوا حتی مثلا یه انگیزه برای من هست. آب هوای ابری من مثلا بیشتر چیز میکنه، خورشیدی مثلا آفتابی بیشتر سرحال‌تر میکنه. میخوام بگم این همه چیز شاید به خود ما مثلا به بعضی عوامل بیرونی هم مثلا هست که چیزا هم بر شما اونایی که نمیتونیم حال بیرونی رو تغییر بدیم مثلا میگه حالا دیگه این مصرف میاد به آفتابی هم با آفتابی بزنیم. بچه فرد خودم بچه ببینید شما دیدین که تو موقعی که خشمگین میشین چقدر قدرتمند میشین. خب موقعی که خشمگین میشین چون تو اون لحظه تمام حواس و تمام آگاهیتون به اون ظلمیه که در حق شما شده کاملا قدرتمند میشه. یا زمانی که ما میخوایم لذت طلبی کنیم
موقعی که یه شیرینی روبرونه یا یه لحظه برای لذت طلبی یه لذت جسمانی پیش رومونه، میبینیم که خیلی با انگیزه و قدرتمند هستیم. میخوام یه چیزی بهتون بگم، یه چیز جالب اینه که یه چیز جز همونقدر قدرت داره که یه چیز کل در خودش قدرت داره. اگر شما تو لحظه خشم خیلی قدرتمند هستین، اگر شما روی لحظه نیروی جنسی خیلی قدرتمند هستین، خیلی بیباک هستین، فقط به این خاطره که اون لحظه تمام هستی و هویت شما یک چیز واحد و مشخص شده. یعنی شما مشخص کردین که من تو این لحظه جسمم یا هویت اجتماعیم هستم، هویت اجتماعیم الان به خطر افتاده، باید با کسی که داره با من ظلم میکنه بجنگم، حتی خفش کنم این لحظه. خب یعنی خیلی قدرتمند میشه. پس اون نگاهی که ما نسبت به جهان داریم، اون باعث میشه که ما این درکی که از این چیز داریم به ما قدرت میده. اگر شما در یه لحظه محو جسمتون باشین، به اندازه جسمتون قدرتمندی. اگر محو روانتون باشین، به اندازه روانتون قدرتمندی. و چیز جدیدی که میخوایم با همدیگه به سمتش حرکت کنیم اینه که اگر به اندازه هستی آگاه بشین و خودتون از هستی ببینین، به اندازه هستی قدرتمند خواهید بود. و اینجا آغاز انفجار اتمی وجود ماست. اینجا آغاز بیکرانگی ماست. شما طبیعی، یعنی هممون طبیعیه که زاده میشیم و میمیریم، چون ما همیشه به اندازه یک حیوان یه درجه بهتر، یه موجود یه درجه بهتر از حیوان داریم زندگی میکنیم. این طبیعیه که ما در قانون آفرینش، چون خودمون در سطح یه حیوان حفظ کردیم، فقط بدنمون رو لمس کردیم، طبیعیه که یه حیوان پیر میشه بس ما پیر میشیم. ولی اگر ما به چیز فرای این برسیم و نیروی هستی رو لمس کنیم، جهان رو لمس کنیم، اون وقتی که اون بیداری و اون قدرت و اون کنترل روی همه سلول‌های بدنمون، روی هستی و روی محیط اتفاق میفته. من اینجوری فکر میکنم که یه گیاه و یه حیوان و یه انسان و مثلا یه فرشته همه در یک سطح دارن لذت میبرن. همه چیز در حال لذته، چون بزرگترین چیزی که خداوند داره کامیابیه دیگه، اون حس عالیه. بزرگترین چیزی که ما از اون چیز فوق‌العاده آرزو داریم، یا اون خواستگاه همه انسان ها یا خواستگاه تمام موجودات، رسیدن به بهترین احساس ممکنه. درسته؟ رسیدن به بهترین احساس ممکنه. ولی ما انسان ها وقتی که اونقدر آگاه نیستیم که چطور میتونیم به بهترین احساس ممکن، مثلا خوشبختی برسیم، چون نمیدونیم باید چطور به اون برسیم، اون وقتی که شروع میکنیم به لذت بردن مشغول شدن، به یه احساس رد پایین‌تر به نام لذت. یعنی ما اگر بخوایم که یه سال پیشم یه بار نوشتم که ما 3 سطح احساس داریم، یکی وجد، یکی پایین ترین سطحش لذت، ما 3 سطح از اون احساس عالی رو داریم. یک احساس وجد، یکی احساس درونیمونه یا احساس روانیمونه که الان اسمش یادم رفته دقیقاً چی بوده، و پایین ترین سطحش که واسه بدنمون تجربهش می‌کنیم لذت. خب اگر ما هر چقدر که آگاهیمون بیشتر بشه، همونطور که گفتیم که وقتی من فقط انسان بودن رو تجربه می‌کنم، پس در انسان بودنم میمیرم و تموم میشم، اگر من بخوام چیز فراتر از این احساس کنم و ایجاد کنم، اون وقتی که درش باقی میمونم. ببینید یه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که ما یه پرتو هستیم، ما یه انرژی هستیم، یه حرکتی هستیم از عدم به سمت هستی و خداوند. هر چقدر که جهان مادی بوده، یعنی از دنیای اتمی ما بگیریم و بعد بیایم به جسم و فیزیک و زمین و بدن خودمون، خب تا اینجا
همه چیز به وسیله ماده خلق شده، به وسیله فیزیک خلق شده. ولی بعد از اون انسانی که چیزهای جدیدی رو خلق میکنه که واقعا تا الان خلق کرده، مثل موسیقی که در موردش صحبت کردیم. موسیقی یه چیزیه که انسان خلق کرده، یا مثلا مثل عدد 5 یه چیزیه که انسان خلقش کرده، بهش مفهوم داره. یعنی در خود فرض کنید که خداوند نیرویی بوده که میتونسته جهان رو فقط تا تولد انسان برسونه، سیارات رو خلق کرد، گیاهان، حیوانات، یه میمون باهوش هم به نام انسان و بعد دیگه ناتوان شد. بعد از اون ما انسان هستیم که به وسیله روانمون یا رویا پردازی هامون یا احساساتمون به حرکت جهان یا به آفرینش حرکت میدیم، مثل خلق کردن موسیقی، مثل خلق کردن چیزای انتزاعی یا خلق کردن تمدن که وسیله ما اتفاق افتاده، مثل احساس عشق و دوستی که وسیله ما میتونه اتفاق بیفته. هر چقدر که ما از این سطح بالاتر میریم دیگه به دنیای ماده کاری نداریم، دیگه به دنیای مادی کار نداریم. موسیقی یه چیز لطیفه، هنر یه چیز لطیفه که از ماده تقریبا کنده شده، عشق یه چیز لطیفه که از ماده کنده شده. اون چیزی رو که ما باید در زندگیمون خلق کنیم هدفیه که یا نیتیه که همون 98% چند جلسه پیشش شکل میگیره. یادتونه بهتون گفتم که نیت، ما 2% فکر و جسم هستیم، بقیه 98% وجود ما نیته. اون حاله هایی که کشیده بودم که ما ارتعاش های مختلفی هستیم. بدن ما یه سطحی از ارتعاشه که لذت رو تجربه میکنه، روان ما یه سطحی از ارتعاشه که چیزی که یادم رفته رضایت بود استاد. رضایت بود. تو دفترتون داشتید؟ بله بله، ولی شما الان برعکسش نوشتید. از اول نوشته بودید احساس تسکین یعنی لذت، و دومه احساس رضایت یعنی معنا، سومه احساس همون وجد یعنی احساس فایده. اینجوری یاد داشتم. شما راش اشتباه بودم. بچه‌ها و اون چیزی که ما از نظر روانی بهش میرسیم احساس رضایت. شما جامعه به ما گفته که شما پولدار باشین، ماشین داشته باشین، خونه داشته باشین. اگر شما به اون سطح برسین احساس رضایت میکنین، یعنی تو مرحله بعدی، و اگر بتونین یه چیز عالی یا روح ایجاد کنین اون وقت که احساس وجد میکنین. ولی مسئله اصلی و سوال اصلی و اون چیزی که ما رو به سمت یه ابر انسان میبره اینه که ما واقعا داریم برای چه چیزی زندگی میکنیم. اگر شما برای جسمتون دارین زندگی میکنین هیچ تردیدی نداشته باشین که در سطح جسم باقی میمونین و میمیرین. اگر شما برای اجتماعتون دارین زندگی میکنین هیچ تردیدی نداشته باشین که در سطح اجتماع میمونید و خواهید موند. ولی اون چیزی که من میخوام بگم این که ما باید برای روحمون زندگی کنیم و روح خود اندیشه های ماست. روح اندیشه های ماست. مگر غیر از اینه که وقتی که به یه هنرمند یه قطعه چوب میدن و اون ایده های خودش رو یا احساس خودش رو روی اون چوب کنده کاری میکنه، ما بعد از دیدن اون چوب میگیم این چوب روح داره، چقدر روح انگیزه، یعنی در واقع اندیشه اونجا منتقل شده. یا وقتی که یه نفر با موسیقی رو اون آهنگ رو خلق میکنه میگیم چقدر این آهنگ روح انگیزه، چون یه چیزی از اندیشه اومده که فراتر از چیزای مادیه. و بزرگترین رسالت ما اینه که کشف کنیم واقعا برای چه چیزی میخوایم زندگی کنیم. شما برای چه چیزی میخواین زندگی کنیم؟ اگر بگیم برای بچه‌هامون میگم که دست نگردین، اگه بگیم برای اجتماع میگم دست، اگه برای پول، ماشین، خونه است دست نگرده. اینا رو که همه دارن. چه چیز جدیدی میخوای در مسیر تکامل جهان اضافه کنی؟ در آفرینش ایجاد کنی؟ فردا 11 اسفنده، خب؟ و کیوان یا مثلا سهیلا یا سهیلا، بس رو فرض کنیم که ما 2 تا سهیلا داریم، خب؟ سهیلای شماره 1، سهیلای شماره 2. سهیلای شماره 1 فردا پا میشه، از بچه‌اش نگهداری میکنه، غذا میپزه و میخوابه. سهیلای شماره 2 فردا یه شعر جدید خلق میکنه یا مینویسه یا میره به یه گروهی کمک میکنه یا یه اثری از خودش به جای میذاره. سوال من اینه که فردا 11 اسفند ساعت 24 جهان باز به چه شکلی فرم بهتری گرفته؟ قطعا به وسیله سهیلای شماره 2 فرم بهتری گرفته.
آیا شما احساس مسئولیت میکنین که نسبت به فردایی که داره میاد 11 اسفندی که داره میاد این مسئولیت رو در قبال تمام کائنات و تمام قوانین فیزیکی که جهان رو تا به امروز به دست تو سپردن این مسئولیت رو دارین که فردا یه روز خاصی خلق کنید، نه یه روزی که مدل شماره 1 شما میتونه خلق کنه، بلکه اون چیزی که مدل شماره 2 شما میتونه خلق کنه. اینجا افرادی هستن که شاید الان دغدغه‌شون این باشه که من چطور رابطه‌مو با همسرم بهتر کنم. شاید دغدغه‌ش این باشه که من چطور یه ماشین بهتر بخرم. نزدیک عید و بزرگترین دغدغه یکی از افرادی که اینجاست شاید این باشه که آیا میتونم به موقع پرده خونه‌مو عوض کنم یا نه. شاید بزرگترین دغدغه این باشه، ولی این اصلا دغدغه نیست. یه فردی رفت پیش یه استاد بزرگ برای اینکه بتونه به ابر انسان تبدیل به ابر انسان بشه و اون زمانی که پیش اون استاد بود از اهدافش و اون آرماناش و اون چیزی که هنوز جهان نداره ولی به دست اون میتونه داشته باشه صحبت کرده بود. یه هفته بعد اون شاگرد تماس گرفت با استاد و استاد ازش پرسید چه خبر، اوضاع چطوره، داری چیکار میکنی؟ و اون گفتش که هیچی، یه مقدار با همسرم مشکل دارم، الانم که شما زنگ زدین اعصابم خیلی خورده به خاطر اینکه بچم امروز عصر زده بود گلدون قیمتیمو شکونده بود و من هم الان داشتم پلاستیک زباله ها رو می‌بردم پایین. پلاستیک زباله ها خیلی پلاستیک زباله سوراخ بود و کلی اعصابم به هم ریخته و بعد استاد دیگه نذاشت که بعد بیشتر از این صحبت کنه. در جا استاد بهش گفتش خب در مورد اهدافت بگو. در مورد اهدافت بگو. یه نفر با من صحبت کرده بود تو این هفته و گفته بود که من یه مشکلی مثل عوض کردن پرده خونه داشت و منتظر بود که یه پولی بهش برسه که اون کار انجام بده و این شده بود دغدغه‌اش. در حالی که من معتقدم یه ابر انسان اصلا منتظر نمیمونه که کمک بهش برسه یا کسی اون پول رو تهیه کنه، ما خودمون باید اون پول رو تهیه کنیم. و شما میگین نمیشه، من میگم که بزرگترین قانون، یکی از برترین قانون‌های جهان اینه که زندگی شما هیچ چیزی کم نداره. تو هیچ چیزی کم نداری اگر به خودت دروغ نگی. واژه‌هایی مثل که من وقت ندارم، بزرگترین دغدغه من بچه‌های من پولشو ندارم، اینا همه دروغه. اینا همه دروغه. اینکه از سن من گذشته این یه دروغه. ولی هیچ کس انجامش نمیده. اگر شما از بدنتون در نیاید، از جسمتون در نیاید، از سطح اجتماعیتون در نیاید، اگر دوچار نشید هیچ تغییری ایجاد نمی‌کنید. اگر تا به امروزم توی زندگیتون تغییری ایجاد کردین، اگر هممون تو زندگیمون تا به امروز تغییر ایجاد کردیم، فقط اون لحظاتی بوده که مجبور شدیم. کی اینجاست که میتونه مدعی باشه من هیچ دغدغه‌ای نداشتم ولی به این سمت رفتم؟ همون یه دغدغه‌ای داشتیم. شاید این دغدغه حتی یه دغدغه تزریق شده مثل گرفتن دکترا بشه یا گرفتن لیسانس بشه، ولی دغدغه بوده که ما به سمتش رفتیم. ولی عامل حرکت دهنده ما نباید دغدغه ها باشن. اگر دغدغه ها باشن اون چیزی که به راحتی ما رو ارضا میکنه لذته. به راحتی ما رو لذت ارضا میکنه. اگر شما دغدغه رسیدن به یه کیک بزرگ رو داشته باشین، من هیچ تردیدی ندارم که شما با یه شیرینی خوشم، یه شیرینی دامارکی هم ارضا میشین. چون انگیزه هامون فقط در اون سطح تعریف شده. اون چیزی که بهتون گفتم که ما نیاز داریم که جهانگردی کنیم، چون اون وقتی که انرژی موجود رو لمس میکنیم و به خاطر اون چیزی که هست هدفمند میشیم، نه به خاطر اون چیزی که نیست. همین بوده. شما خیلی از آدم‌ها میگن به خاطر اون چیزایی که نیست حرکت میکنم، میگن تو زندگی پول نیست به سمت پول میرم. من دوستانی ندارم میره به سمت دوست جمع کردن، فقط به خاطر اون چیزایی که نداره حرکت میکنه که این در واقع فراینده مغزیه. در اون کسی که به سطح روحی میرسه به خاطر فرصت‌های موجود
حرکت میکنه. یادتونه که حرفمو پس گرفتم 2 جلسه پیش و گفتم اشتباه کردم که گفتم انسان 1% جسم و 99% روحه و تصدیقش کردم، گفتم انسان 1% جسم و 99% فرصته. ما باید فرصت‌های موجود رو لمس کنیم. امروز توی کتاب فروشی بودم و یه منظره خیلی زیبا از یه تپه برفی دیدم با یه درخت تک که شاخه‌های خشکی داشت ولی پوشیده از برف شده بود. و وقتی که اون عکس رو دیدم خیلی حس خوبی در خودم احساس کردم، حس وجد رو در خودم ایجاد کردم، چون تونستم در کنار شما توی امسال کم کم 2 بار وارد چنین محیطی بشم. یعنی همون دشت خلخالی که رفته بودیم و اون برنامه گردشگری تو برف ماسوله، واقعا این محیطی بود که ما تو برف و درختایی که شاخه‌هاشون پر از برف بود رو تجربه کردیم. یعنی ما از فرصت موجود استفاده کردیم. این جمعه در پیشه و شما از خودتون 2 جور سوال میپرسین: چه کارهایی برای انجام دادن دارم؟ چه کارهایی برای انجام و چه کارهایی هست که میتونم ازش بهره مند بشم؟ اگر منتظر خانم حجت خوب حرف زد، گفت اگر امروزم خونه میموندم تمام روز کار میکردم، چون وقتی تو خونه میمونی کار برای خودش زاده میشه. جمعه کجا بریم؟ چقدر خوبی که جمعه هم یه جایی شما من اون لحظه باید کسی یه روز ما نایمده. بچه من میخوام این سوال رو بپرسم که چقدر زمان برای شما مهمه؟ چقدر فرصت ها براتون مهمه؟ آیا این جمعه‌ای که در پیشه براتون مهم هست؟ آیا این روزهایی که دارن سپری میشن براتون مهم هست؟ خیلی زیاد. چه چیزی دارین توش خلق میکنین؟ چه چیز خاصی رو دارین بخرین؟ چه چیزی رو دارین خلق میکنین که تکراری نیست؟ اگر زمان مهم باشه، بس حضور ما در زمان باید مهم باشه. من سوالم اینه که واقعا دغدغه‌های شما چیه؟ تمام رنج‌ها و سختی‌هایی که شما توی زندگی دارید تحمل می‌کنید فقط به خاطر اینه که با خودتون روبرو بشید. تمام سختی‌های شما در زندگی فقط به این خاطر که با خودتون روبرو بشید، با همون خودی که رامین بهش اشاره کرد. تمام سختی‌هایی که شما در زندگی دارید تحمل می‌کنید فقط به این خاطره که با خودتون روبرو بشید. همه چیز، بیماری‌ها، سختی‌ها، مشکلات فقط میخواد ما رو متوجه یه چیز برتر بکنه، یه چیز اصلی. ما توی ماسوله وقتی از اومدیم مامان اونجا تو خونه بود، برگشت گفتش که نمیدونم کی گفت ببخشید شما تنها بودید، نمیدونم ما اومدیم. مامان گفتش که نه، تا موقعی که جوونید استفاده کنید، بعد دیگه حالا چون مامان مریضه این حرف و این حرف مامان خیلی برای من جالب بود. خیلی واقعا خیلی برام جالب بود. مثلا مامان این حرف رو زد، بعد رفتم خونه شوهرم گفتش که خسته نشدی مثلا رفتی برف خوردم. گفتم نه، وقتی که دوست دارم 60 سالم شد، 70 سالم، حالا سنم بالا رفت، به گذشته وقتی نگاه کنم ببینم یه کارایی کردم، بعد نگم چرا هیچ کاری نکردم، زمان گذشت و هیچی نشد. نگاه کنم بگم چه روزایی بود، چقدر قشنگ بود، برف رفتیم، کوه رفتیم، الان که شرایطشو داریم این کار انجام. مرسی. بچه‌ها ببینید، شما الان که از این در میخواید خارج شید، خب تا یه رو 20 دقیقه نیم ساعت دیگه میخواید از این در خارج شید، 2 تا راه بیرون این در انتظارتون. 2 تا راه بیرون این در انتظارتونه. یا یه راه اینه که به خاطر فرصت هاتون زندگی کنید یا به خاطر مسائل. شما بچه داری رو، پول رو، نمیدونم شرایط اجتماعی رو، تعهداتتون و شغلتون، همه اینا رو گفتین مسئله و بزرگترین چیز که خود زندگیه و شامل فرصت زندگی و فرصت بهره‌مندی از زندگی میشه. گفتیم انسان نه جسمه نه روحه، انسان فقط فرصته. اونو به عنوان یه مسئله اصلی قرار ندادیم. اگر امروز بریم از یه نفر بپرسیم که چه خبر، بهش بگیم همونطور بگیم چه خبر؟ بگین آقا چه خبر؟ میگه آره سیاست اینجوریه، اونجا تظاهرات شده، اقتصاد اینجوریه،
تخم مرغ شده 180 تومن. هی بپرسین چه خبر، هی بپرسین چه خبر. کی در مورد خودش صحبت میکنه؟ کی در مورد خودش میگه کی میگه که آره خبر اینه که من امروز این احساسو دارم، امروز از دیدن پرنده ها این فکر، این الهام توی ذهنم جرقه زد. دنبال این هستم که چطور میتونم یه جایی برم از شیرجه برم از بالای صخره. که این خبرها رو بهتون میدن. بزرگترین کسی که میگه چه خبر، بزرگترین مسئلهش همینه، سیاست، پول. در حالی که اینا مسئله شما نیست. اگر بخواید از راه مسئله، از این در خارج شدیم و اگه خواستین از راه مسئله‌تون بریم، بهتون قول میدم 1,000,000 سال هم که روی این زمین زندگی کنیم، همه عمرتون درگیر مسائلتون هستید. چون کسی دنبال مسئلهش میره که منیت داره، کسی دوچار مسئله میره که فردیت داره. ولی اگر شما به این موضوع ایمان داشته باشین که دنیا بر اساس توانگری خلق شده، تکرار میکنم، اون نیرویی که تمام سیارات رو در نظم، فیزیک رو، تمام موجودات رو و جسممون رو با 6 بیلیون سلول خلق کرده، چطور میتونه زندگی رو که هدف اصلیه در اوج کمال در اختیار ما نذاشته باشه؟ زندگی در اختیار توئه. خدا میگه که سوار ماشین زندگیت شد و اجازه بدی که من حالت بدم، ولی ما میگیم نه خدایا من خودم میخوام ماشینم حال بدم. و این کسی که میخواد ماشینش رو حال بده در شما کیه؟ بدنتونه، ذهنتونه، عاداتتونه، نیازهاتونه، فرهنگی که توش بزرگ شدین، اینه که تا زندگی شما رو حال بده. در حالی که تو زندگی ما چیزهای بزرگتر از این وجود داره. این افسانه گیل گمش فکر کنم آره درسته؟ افسانه گیل گمش یه غول، یه هرکولی بوده که خیلی قدرتمند بوده. یکی از وقتی کتابشو داشتم چند سال پیش میخوندم، یکی از جایی که واقعا اشکم در آورد قطعه‌ای بودش که این غول یکی از دوستان صمیمیشو از دست میده و شروع میکنه به گریه کردن و ازش میپرسن که چرا داری گریه میکنی؟ تو که پهلوانی، تو که هرکولی، تو چرا داری گریه میکنی؟ میگه که آخه من دوستم خیلی، اون کسی رو که مرده رو خیلی دوست داشتم. گفتن که چرا خیلی دوستش داشتی؟ ازش پرسیدن که چرا خیلی دوستش داشتی؟ جواب داد به خاطر اینکه من در کوهستان یه روز صبح با اون طلوع خورشید رو نگاه کردم. به خاطر اینکه من یه روز تو کوهستان صبح زود با اون طلوع خورشید رو نگاه کردم. این یعنی فرصت. این یعنی اون چیزی که در اختیار ماست. به خودتون نگین که در بزرگترین دغدغه من مشکل مالی. هیچ کدوم از شما مسئله مالی ندارید. هیچ کدومتون مشکل مالی ندارید. ما هم شما دوست داریم که یه بار توی خورشید راحت. هیچ کدوم از شما مشکل مالی ندارید. نه دریاچه چی بود اسمش؟ تو سمت شیرده بچه یه سوال دارم. اگر ما واقعا این آفرینش، این نیروش رو، این جهان رو در اختیار ما گذاشته باشه، اگر آفرینش زمین رو در اختیار ما گذاشته باشه، ما واقعا چطور میتونیم این زمین رو این آفرینش رو به کمال برسونیم؟ چطور میتونیم این آفرینش رو به کمال برسونیم؟ اگر ما هممون آدم‌های بسیار منظمی باشیم، خوب کار کنیم، خوب پول در بیاریم، خوب خرج کنیم، خوب بچه داری کنیم، خوب شهرسازی کنیم، خوب بخوابیم، سریالای خوب ببینیم، چند تا دیش ماهواره داشته باشیم، آیا ما واقعا تونستیم هستی رو به کمال برسونیم؟ ما زمانی هستی رو به کمال میرسونیم که کنار هم دیگه یه روز صبح پاشیم و طلوع خورشید رو ببینیم، با هم احساس یگانگی کنیم. کمال هستی در اونجا نهفته است. و من به شخصه امروز از جهان این سوال رو دارم. من به شخصه از اون نیرویی که شما بهش میگین خدا این سوال رو دارم که
اگر من بخوام در راه اون چیز عالی حرکت کنم، خدایا تو وضعیت مالی منو هدایت میکنی، تو استعدادهای منو هدایت میکنی، تو سلامت جسمانی منو هدایت میکنی. و ممکنه که هدایت نکنه، ممکنه که بگه نه بهتره که وقت برای پولدار شدن و بچه دار شدن و اینا بذارین. بچه میدونین که من 6 ساله که ازدواج کردم ولی تابان نخواستم بچه دار بشم، من نخواهم شد. اینم بچه داریم که همچین بچه ها یعنی که تصمیمتون گرفت نخواهم شد. این کلمه نخواهم شد. هر وقت که خودم رو خوشبخت کردم اون وقت یکی دیگرم میارم که خوشبخت شد. ولی نه این کلمه به نظر من آقای جالب‌سا یگانگی، توانگری، جاودانگی. یگانگی، یگانگی، احساس یگانگی با همه. بچه‌ها ببینید یه لحظه، این چقدر سوال جالبی بود. یه لحظه به همینجا نگاه کنیم، به اون افسانه گیلگمش که اون جمله رو گفت توش، و اینکه من میگم ما باید به سمتش حرکت کنیم، چند تا فاکتور وجود داره. یکیش توانگریه. میگم که ما میتونیم وقتی از این در خارج شدیم راه توانگری رو بریم و بگیم که مسئله ما، مسئله اصلی زندگی ما اصلا نیست که امسال پرده خونمون عوض نشه، اینی که توی تا قبل از سال و بعد از سال چند بار زیبایی‌های جهان رو می‌بینیم. این پرده رو همیشه میشه دید. بزرگترین مسئله زندگی ما این نیستش که شما برای امشب میخواین تخم مرغ درست کنین یا میرزا قاسمی درست کنین. مهمترین مسئله‌تون اینه که چند بار با دیگران غذا خواهید خورد، با دیگران در کوه غذا خواهید پخت، در سفر غذا خواهید پخت. این خیلی مسئله مهمتریه. اگر به اون فکر کنیم در واقع به سمت فرصت‌های خودمون حرکت کردیم. من واقعا به شما ایمان دارم. نمیتونین یگانگی ایجاد کنین شما؟ ببخشید اینو بگم که اون تو این جمله‌ای که ما بریم این زیبایی طبیعت رو ببینیم، یکی توانگری وجود داشت که میگم میتونیم بریم، یکی یگانگی وجود داشت که گفتیم زیباییش اینه که در کنار هم دیگه اون رو ببینیم. یادتونه بارها توی برنامه گردشگری تو مراقبه‌هایی که هستش میگم که از همدیگه تشکر کنیم، چون هیچ کدوم از ما، هر یک از ما اگر تنهایی میومد تو این کوه اینقدر لذت نمی‌برد. هر یک از ما اگر تنهایی میرفت غار علی صدر اینقدر لذت نمی‌برد. هر یک از ما اگر تنهایی میرفت توی ماسوری اینقدر لذت نمی‌برد. ما در واقع در موهبت در کنار همدیگه بودنه که خوشبختی بیشتر رو داریم، چون وحدت بیشتر رو خلق کردیم. پس در طلوع خورشید یگانگی دیدن اون یگانگی وجود داره و توانگری وجود داره، چون میگم دنیا بر اساس سخاوت خلق شده و جاودانگی وجود داره، چون شما هر بار که به اون صحنه طلوع خورشید فکر کنین انگار همین الانه، انگار که بخشی از جاودانگیه، کاملا زنده است. آیا شما میتونین بگین که میتونین خاطره گروهی از شیرینی که اینجا خوردین داشته باشین؟ نمیتونین داشته باشین، چون همتون به وسیله بدنتون، به وسیله یه چیز مادی‌تر یا پایین‌تر از یه لذت بهره مند شدین. ولی وقتی به سطح بالا میریم، خود به خود اون سطح بالا وحدت رو همراه خودش داره. شما وقتی که به طبیعت میرین، خود به خود نیاز به همراهانی دارین که همراهاتون این طبیعت رو ببینیم، اون وقتی که زیباتره. شما حتی یه غذای ساده رو توی کوه وقتی به شکل گروهی میخورین خیلی دلچسب داره تا تنهایی، چون اونجا فضای دیگه است. یه روزی بذارید دیگه آقای. خیلی قشنگ. من صحنه‌ای که داشتیم از پایین اومدیم همه خیلی رفته ایستاده بود اونجا، شما وایستاده بودید دست بچه‌ها رو گرفتید، مثلا همه کمک می‌کردن که از قسمت تشریف پای من قسمت فیلم نمی‌دونم خیلی بر من لذت بخش بود که همه می‌خواستن به هم کمک کنن که مثلا قشنگ بود. مثل همین حالت. پرسیدین یه لحظه نه شما میتونید با همه یگانه باشید. شما میگید به هم به یگانگی برسیم با هم. شما میتونید با همه یگانه باشید. حتما بهش میرسیم. یعنی حتی یه نفر از شما متنفرم باشه یگانه میشید. اون کسی که ازش باعث تنفر شده اون ناخودآگاه اون فرده، نه خود فرد. اون ذره‌ای از خود منه. نه یه نفر از شما متنفره.
شما میخواد ازش باش یگانه بشی ولی اون نمیخواد. بعد اون چجوری بچه اصلا به وقتش فکر کنم جذب میشه. بچه اصلا یگانه شدن به این نیست که حتما من با همه آدم ها یه بار برم کوه. مهمه که من این آگاهی و این سرویس رو ارائه کنم به هر تعدادی که ممکنه. در واقع مسئله مگه آفرینندگی نیست، یه چیزی که کاملا سوال خوبی پرسیدیم، به یگانگی بسته فاکتور آفرینندگیه. من وقتی که میخوام آفرینندگی کنم یعنی همیشه چیزی برای اعطا کردن دارم. من چیزی برای اعطا کردن دارم اینجا میذارم برای اینکه یه صندلی باشه برای هر کسی که و هر تعدادی که میتونه ازش استفاده کنه. مهمه که من آغوشم بازه. مهم نیست چند نفر بگیرن نه جدی میگم. حالا چرا نه جدی میگم، یعنی الان مثلا آقا سال نه سوال گرفتم سوال خودم نه اصلا نمیخوام بکنم راستی همیشه چیزی یه جمله میگی باید یه ساعت اصلاحش کنی. اصلا نمیکنم بچه لطفا کسی یه جوک داره که کلاس امروز با همون لطیفه تمومش کنه؟ یه نفر جوک بگید. من آغوش پاس کردم، من نمیدونم این چی جوکی بود که همه خندیدن الا خود من. آغوش پاس کردم آدم میتونه به هزار بار نگم تبدیل منفی نه مثبت آغوش پاس بچه یه لطیفه میخوام. یه طور پشت سرتونه یه طور کم جلوتونه. منم هستم بچه یه اتفاق واقعی رو خانم جوادپور تعریف میکنم برام. با شوهرم با یه آقای ترک، البته همه ترک آقای ترکی قرار گذاشته بود تا حالا ندیده بود. بعد سر چهارراه قرار گذاشته بود، بهش گفتش که من لباس چهارخونه پوشیدم، چهارخونه قرمز. و شوهرم میره دور میزنه میبینه خدایش کی نیست چهارخونه قرمز پوشیده میگه دور میچرخه اینا، میگه نفر اونجا وایستاده. بعد بهش میگه آقا شما فلانی هستی؟ میگه آره. میگه خب بابا جان تو که گفتی من چهارخونه قرمز پوشیدم، تو که کاپشن پوشیدی، زیب کاپشنشو باز می‌کنی اونجا که چیز تعریف کنید. بچه اینم واقعیه. نه من خیلی نشیدم بگیم. یکی از این تلویزیون میان نصب میکنن برای گارانتی. آشنای ما من ازش پرسیدم تو فکر کنم خیلی خاطره داشته باشی راجع به این قضايا. گفت آره یکی یه بار اومد تو مغازه از من سوال کرد، گفت یه سوال ازت داشتم. گفتم چیه؟ گفت به من بگو میخوام تلویزیون بخرم، LCD بهتره یا سامسونگ؟ دیگه بچه دیگه یه روز آقای شرفزا میرن یه جا خواستگاری، این واقعا بعدن موقعی که مثلا دختر میاد که اقامت بررسی اینا میره ظرف هندونه گیره اون خواهد دختر چادر بودشم باش این میکنه به چادر مستقیم میافته تو بغل داماد. یعنی واقعا این چیزی بود که ما اونجا خرید واقعا برای خواهرم مثلا پیش اومد دیگه که گفت مستقیم میافته تو بغل داماد پس به قول اون آهنگیه که میگه که لا 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 لا. بچه دیگه شما بچه میخوام که برای جلسه بعد حتما چند تا لطیفه بعد یه سوال دارم بچه یه نکته آخر این که
همونطوری که روانمون عادت میکنه و خودشو در اون قالب میبره، همونطوری که بدنمون خودشو با یک موجود لذت طلب قاطی میکنه و ما فکر میکنیم ما یه بدنی برای لذت طلبی، خیلی اوقات ما حتی برای کارهایی که انجام میدیم مثل حضور توی این کلاس و اینکه بعضی مثلا افراد قدیمی این حس رو در خودشون ایجاد میکنن که من یه شاگردم، همین باعث میشه که همیشه یه شاگرد باقی بمونن و خودشون رو الینه کنن در کلمه شاگرد، خودشون رو قاطی کنن با کلمه شاگرد. خب و میخوام که حتما برای خودتون برنامه‌ریزی کنیم به خاطر اینکه به سمت جهان بیرون حرکت کنیم، به خاطر اینکه هدفهایی بیشتر از زندگی عادیتون داشته باشه و این فرصت یاد دادن رو که بهترین شیوه برای یاد گرفتن، فرصت ارتباط برقرار کردن رو داشته باشین، حتما شروع کنین و یک نفر رو تحت تاثیر یا حمایت دانایی خودتون قرار بدید. اگر الان بهتون میگم که هفته بعد همتون باید با یه نفر جدید بیاین اینجا که پولش میره تو جیب من، اون وقت شما همین الان در جا میگین که نه من نمیتونم پیدا کنم، بعید میدونم پیدا بشه. ولی اگر بهتون میگم که هر کسی که جلسه بعد یه فرد جدید رو بیاره، واقعا بیاره، 1 میلیون جایزه داره، یا بهتون میگم که تا زمانی که با یه آدم جدید نیومدین اصلا نیاین، حتما انگیزه بیشتری دارین که پیدا کنین، چون از خودتون در میاین و مخصوصا مگه ما نگفتیم که جهان کامله و همه چیز رو در اختیار ما قرار میده؟ جهان کامله و همه چیز رو در اختیار، فقط کافیه که بخوایم، فقط کافیه که به خودمون دروغ نگیم که نمیشه که من کسی رو پیدا کنم. بچه‌ها اون قانونمون هم میدونین که یه قانون گذاشتیم برای تمام کسایی که یک نفر رو تحت پوشش خودشون قرار بدن، هزینه ورودی اینجا نصف میشه براشون. آقا شادف صاحب تمام اگر که ما قبول کنیم بعضیا میان، یعنی ما رو هزینه‌شون رو قبول کنیم بعضیا میان. این چی میخوام بگم؟ یعنی من بگم مثلا هزینه بعضی میدونم به خاطر پول مثلا میگن اینجا هزینه قبول کنیم، میگم من میدم میان مثلا بعضی. حالا اصلا مسئله اینجا اومدن نیست. اصلا هدف همینجا نیست. با خودتون برنامه‌ریزی کنید که اینو منتقل کنید. لذت منتقل کردن رو تجربه کنید. واقعا خیلی این کارا رو داریم مثلا مخصوصا چون دنیای کلاس خیلی فرق میکنه. طرف هم می‌بینید حتی بچه‌هایی که مثلا فرض کنید بیشتر مذهب یا مثلا وجود دارن که اگر مشغول بشه خیلی به هم نه خیلی براشون سنگینه. اگر به زبون اونا براشون بگیم، چون مثلا ممکنه به این زبون به قول شما به هر موقع به زبون خودش صحبت کردید، وقتی به زبون اونا براشون باز می‌کنیم خیلی براشون قشنگ میشه. مثلا کلاس اول ما می‌بینیم بچه‌های خانمایی هست خانمایی هست مثلا حتی شاید به قول شما فقط شب تو خونه بوده، شاید سال به سال یه مسافرت مثلا برن، شاید اصلا از یه شهر خیلی دورن غریبن مثلا زیاد آشنایی نه، ولی وقتی که میریم میشینیم به زبون خودشون براشون مثلا میشینیم یه بعد همینجوری مثلا الان اینجوری که همه تو کلاس میگیم که مثلا نمیگیم که فرض کن مثلا دوستان دور هم جمع میشیم چند تا مطلب مهم میشه که با اونا مثلا با حروف اونا عجینه مثلا براشون چیز می‌کنیم، مثلا می‌بینید براشون خیلی مثلا جالب میشه، خیلی هم مثلا جدید میشه. بعد یه حرکت همین حرکت یگانگی که می‌بینید چون مثلا بیشتر می‌بینید، من ببخشید وقتی کلاس می‌گیرم برام جالب بود بیشتر تو خودشون و همسایا مثلا میگه این خونه با اون خونه خیلی با هم دیگه دارن حرف و حدیث مثلا دارن، خیلی هم مثلا در هم یا حال همچنین میبینن. وقتی که مثلا فقط اون موضوع فرض کنیم یه تصویری که به صورت پازل مربع کشیدن که هر کدومتون میتونه یکی باشه یه تصویر رو به وجود میاریم، واقعا براشون مثلا خیلی قشنگ بود که مثلا ما به هم وصلیم که نمیتونیم فقط محدودی خانواده رو داشته باشیم. من به همسایه من به شوهرش بدیده مثلا چی نگاه میکنم، به یک انسان و هموطن میتونم بیسیم، چون بعضی خانم‌ها میبینه حساسم مثلا اگر ببینه همسایه داره زنش مثلا باورش احوال پرسی میکنه شاید خوشش مثلا نیاد چرا مثلا این کار کرد، ولی وقتی که میگی داره به عنوان یک هموطن، به عنوان یک همشهری، به عنوان یک همسایه که مثلا داریم ما احترام میذاریم بهش اینجوری نگاه میکنه، اون موقع دیگه به دیدش چی میشه؟ عوض میشه که ما انسان‌ها باید با هم دیگه چیکار کنیم؟
نیرو بدیم، انرژی بدیم، بقولش حال همدیگه رو بپرسیم. اینا خیلی مثلا چیز بود. این باعث میشه اون سوء ظن هم چی میشه اصلا دیگه رفت میشه. من اینجوری مرسی. بچه‌ها میخوام که حتما انتقال بدیم بچه‌ها. ما باید یاد بگیریم که برای رسیدن به وحدت و یگانگی برای خودمون زندگی نکنیم. اگر شما برای فکر می‌کنی که رفتی برای بچه‌ها داری زندگی می‌کنی، برای شوهرت داری زندگی می‌کنی، این فقط یه بازیه و خیلی کمه. تمرین کنیم که به دیگران منتقل کنیم. بهشون کمک کنی. یه زمانی که ازشون بهشون کمک نمی‌کنی، بی‌حرمتی می‌کنی، اصلا طلبکار از آدم درخواست می‌کنن. من خواهد چیکار کردم؟ باید اونا رو مدیریت کنی که هم بهشون یاد بدین هم رهاشون کنین خودشون. و هیچ وقت نگین که این برای اینه که من مسئولیت دارم. یه کار میخوای بخوای نمیخوای نه. خانم شاغلانی بچه یه لحظه موسیقی گوش کنید و شنیدم شما پخش بچه یه لحظه سکوت کنید.